السلام علیکم تماشاگرای همیشگی کانال بابا جان مدیا. برادر آیا من شما ما خواهش میکنم همین آورا تا آخر تماشا کنین. این همین اپایی که میبینین برادر فرزندش در حالت مرگ بگیم رو پروای ان شاء الله که بعد از گیری ما و شما شفا میوه. ایرا بگم برادر که ایرا اپای آسیا بانو گفتنی یک اپا هستی کانال یوتیوب داره. ما سیلکش داوالین کامنتاریا میمونم. درآمد کانالشان یک خبر بگیرین دستگیری کنین. همین اپا نوال کداگی از سببی که بگیم که کانالش پرسموتر کم میگیره پادپیسچی کم داره ما خواهش کردی در کانال مونیم. انا برادرو پشکی بگم که اگه فکری بد نکنین این کار اپای آسیا بانو کداگی بدون این کانال شبینین بو. انا با سببی که خودش پرسموتر کم میگیره ما در اون کار خواهش میکنم ویدیو را دستگیری کنین برادرو تا که با همین اپا سومی در کاری جمع شوه همین را دستگیری کنیم. خب در پناه الله خوش رو تماشا کنین ویدیو را دستگیری را لایک های خودی نبرورین. خدا نگهبانتون باشه. علیکم هموطنان عزیز بچه جانان دختر جانای مهربان ای شما صاحب کارو فرزندای عزیز طلب میکنم که امروز بسری من در جگه بیماریه باید که دیگه علیش کنه مبلغ نداره اگر امکانیت داشته باشه به همین بچه من یوردم کنه که جگری همین را من اشتراک نو کنم و بالای 6 فرزندش بخیزم. از شما التماس میکنم سرای عزیز بچه جانا دخترای مهربان کمی هم باشه بچه نیزور است هر کدامتان کمی مبلغ هم باشه ما بجای بسیار میدونیم با من یادم کنی که همین بچه ما با پا بخیزم کنده دولت من نگاه بین من میکرد این خود 6 فرزند دارم اگر این در جگه باشم یا نیمه شکستگی من نمیدونم چکار کنم این بچه ما این جگه بخیزم. اینا برادرای عزیز مردمی دست بخیر چقدر که دیدین این مادر چقدر علم داره درد داره که فرزندش در جای بیماری بستری است طول چند روز مادر دیگه شرایطش نمیرسه از برای الله چند قیق میتونین دستگیریشون کنه. من با شما آسیا بانو هستم امیدوارم که مادر ناامید نمیکنین اپای سریناز جان اکای بابا جان اکای لنگری بین همه کس همشیم همین نوارم میپرتیم تا همین اکا جراحیش گذرانن مبلغ کلان گفته اینه که شرایط مادر نمیرسه و همین خاطر امروز مدام مراجعت کردن اینا آمدم در حقیقت این برادر بیماری سختن 6 فرزند داشتن. الله از شما راضی باشه. مادر جان در آخر چی گفتن داره؟ آخر نوارده در آخر گفتن این که در حق فرزندی من دعای نکنه که این جوگه بخیزه در بالای فرزند سوک سلامت خدا ببرش. کسی که گفتم که چند مبلغی باشم بسیار طلب نمیکنم همین قدری که این بچه من نقص شود جگرش علیش کنیم. از شما میندارم تا آسمان هیچ وقت دستی کم نبینین خالی دنیا و قیامت ها نکنه پروردگار دستی کم نبینین امانت به پروردگار. 2 تا 5 3 تا 2 81 52 شنبه سیتی دارم برنامه خدام شریف و سنگیم و فیضل ابنه